ҳафтаи Шаҳрозу Хоҷа тарзи тайёр кардани шоли ина марҳамат амира дар сайтон муне ҳама бина деҳқонои тоҷик бине чӣ хел тайёру мекунам шолиро инам хел деҳқониро аз дар Корея ина шоликоро бина ёд бигиред. кор дар кишзор, сохтмон ва ҷангал танҳо чанде аз корҳоест ки муҳоҷирони тоҷик дар Кореяи ҷанубӣ анҷом медиҳанд. Ин кишвари пешрафтаи Осиёи Шарқӣ солҳои ахир ба маҳалли нави кории зодагони Тоҷикистон табдил ёфтааст. Бар пояи ҳисобҳои гуногун ҳоло беш аз 5000 муҳоҷири тоҷик дар Кореяи ҷанубӣ кору зиндагӣ мекунанд. Салом алайкум. Инаи кори дарахт дар Корея меҳнат мекунем. این درخت کنیم تا گیدک شما کنیم ریشاکوش آزاد بگیرید خود محنتی بزرگ طلب میکنه کار آسان است میکنی زود قیامت اکسکواتر میوردم میکنه یکی بیسوشه با دست میکنی کوری خینه و تو ارزوی کاری را میکنه یکی پلش خوبه یا خیلی پلش بگم میگیری بهترگی در دوست میبروده اون خیلی مهنت میکنی در خونه اوچه هم کار نمیکنی خوب بارم که میخونه ҷавоне ки ба мову шумо бо завқ усули решакан кардани дарахтро дар Кореяи ҷанубӣ нишон медод Ҳасан Маҳмадуллозодаи 32 сола аст. ӯ дар ин ҷо муҳоҷири кории мавсимист ва нони фарзандонашро пайдо мекунаду нозукиҳои корро аз худ кардааст. خب میتونید بگید که کندن و یا شیناندن درخت در کره جنوبی از تاجیکستان چه فرق دارد؟ بگیم فرق کلون دارد. مقصد تاجیکستان دارم میکنم ریشهش میتونم با دریو دایمون که دونکه قط میپیچونم هم در اینجا مثال روی درخت چین میکنم چند سانتیمتری که هست و هم ریشهش قطی میکنم نمورا با مثال میپیچونم شد با مخصوص لطه دارم. در کجا آسان‌تر است؟ مثلا شما تجربه کار در زمین را هم دارید، دهقانی در تاجیکستان آسان‌تر است یا در کره جنوبی؟ اکیجا دهقانیش نظر بخمون آسان‌تره که برای چی جا همه کارش تکنیکا میکنند، همه سوهای کار تکنیکا دارن. خود مدت همون بیل کلندی بگویی خیلی پیشرفت کرده اینجا همه کارشون سو تکنیکا میکنند، بسیار کارش تکنیکا میکنند در سوهای دهقانی دارن. یعنی شما پیشکی می‌آموزید یا کی توکلی می‌روید و توکلی میریم روستیگا خودم میفهمم که چیکار کردن در کار اگر کار کرده باشید مقصد در زندگی کار کرده باشید در نظر آسان میتونه اگر کار نکرده باشید پس آدمایی که تماما شان نیستند تصورات ندارن درباره کار میان رهگو میزنن زبون نمیدونن با مثال برگرد میشنون خیلی حالت‌ها هم هست. баъди оғози ҷанг дар Русия ва таҳриму афзоиши фишорҳо ба муҳоҷирон таваҷҷӯҳи корҷиён ба бозори кор дар Корея бештар шуд. Бархе бо истифода аз шаҳрвандии Русия вориди ин давлат шуданд, гурӯҳи дигар бо визаи сайёҳиву омӯзишӣ ва ё тариқи ширкатҳо барои кор ба ин кишвар мераванд. роҳи Ҳасан Маҳмадуллозода ба Корея 8 соли пеш боз шудааст. соли 2015 аз Тоҷикистон омадам. برادرم که در همینجا دانشجو بود مثال ما را دعوت کرد همچون مهمونی خیلی بعد دیگه اومدم گرفتیم تا حال دیره در این موبایل روسیه هم رفتیم کار کردیم شرایط اینجا نسبت روسیه خیلی خوبه هستن شرایطشون از کدام در معاملهشون نرده خیلی که به همگان معلوم است امروز چی کارا گذشته سر در روسیه اینجا او خیلی نیست کسی در کسی کردور نیست اوزاد میگرد یکم کس کردور نمیشود. یعنی شما از کجا سفر کردید؟ از تاجیکستان یا از روسیه اولین بار و عموما سفر به این کشور از کدام راه قانونی امکان پذیر است؟ سفر از همینجا بسیار اومده استیم شهروندای روسیه دوستگی اومده استیم پیش بود اوکیوز آماده استم کدومی که مقصد دانشجو هسته در همینجا میتونه عضوی عائله شد پدرای مادرای برادر
دعوت کنم دعوت نمیتونم پیش می اومدن یا توجیک همیده میمردیم افغانستان دیره نبود سولوی پیش نبود خیلی اونم کم بود چه روزی بیستوش دیگه در میشه میره توجیکو هستن شده بگه او هسته بمیریم نستالوی هسته جدا سردیان میشن توجیکو بچه ها مپسن بسیار هم خیلی بیستوش دیگه سببش چی از آسانتر شدنی رفتن سبب شدگی هست و یا چی و بعد توجیکو بیشتر در کجا کار میکنن؟ سببش همه سالی که جنگ سر شد در اوکراین مردم همه باعث سفر کردن خیلی شهر هم بود در سال 2018-19 مایده بگیم سر شده طرف یعنی کره آمدن پیش شرایط خوب درسته که خوب بود مردم نمیمدن استان حوزی خیلی شرایط خیلی در اوجه برطره که از مردم هم همین سومالستان در کجا کار میکنن اصلا توجیکو؟ هر خیلی کار هسته شهروی که مثل ساختمانوی کلان هسته جای بودن بسیار میگیرن هسته که جای ما از مرکز پایتخت خیلی 400 کیلومتر دوره اینجا بسیار دهخونی هم میشه ساختمان هم میشه هر گونه کار هسته درخت هم کار میشه مثل بازی موسمی درخت کنی همین سنتیابر تو دکبر مباینوش هم کار میشه برای کورجیون توجیک دسترس کردن روادید سفر به کره جنوبی مشکل است چون تاجیکستان با این کشور سازشنامه درباره کاری درازمدتی مهاجران را ندارد. اکثرا به تاجیکان روادیدی از 3 تا 6 ماه داده می شود. حسن محمدلوزاده میگوید در کره ماه به حساب میانه از 2 تا 2.5 هزار دلار به دست میآورد، اما با گفته او آنهایی که زبان کره‌گی را میدانند میتوانند از 3,000 دلار نیز بیشتر مزد کار بگیرند. خرج اجاره خانه و خورد و خوراک هم گران نبوده است. اجاره خانه مثل 200 دلار اجاره خانه میتونیم پول اجاره با خیلی خورد و خوراک نمیرسه بعدو میرسه همین بگیم 4-5 لیکوری همو پرده به حضور میرسونم آن دیگهش میتونه جمع کنیم چند لیکور کدگی. شما از گرفتن اجاره یادآور شدید همین روند چگونه است؟ مثلا شما گفتید در روسیه هم تجربه کاری دارید و همانگونه که میدونیم اکثرا در اونجا مهاجران مجبور میشوند که در یک خانه چند نفری زندگی کنند، مثلا اجاره بگیرن و پولش رو تقسیم کنند. در اینجا چگونه است؟ اینجا خانه است یک نفر و 2 نفر میتونه خانه رو بگیره. خانه اینجا مایده Ademler konuda sohbetagam, tam ya xonagam, asıl jadrumşa kokmelu solam, asıl jadrumşa. Az اون نفر زود اصلا نمیتونیم برویم. مثلا قیمت میشد برای شما یا خوب است شرایط؟ اگر 2 نفر باشید یک روزه کاری مثلا یک روزه کار میکنه تو یک روزه کاریتون یک ماه اجاره پولی میشه. اگر تنها باشید من خودم تنها زندگی میکنم معنی ها 2 روزه کاری من به اجاره پولی میروم. مهمان نواز و خوشمعامله و ورزش دوستدار مصاحبه ما از مردم کره همین طرز ستایش میکند. او میگوید مهاجر در این کشور اکثرا وقتی به مشکل روبرو میشود که سفر و کارش غیر رسمی باشد. کوچه ها زن میگردی یکم کس را کردو نیست با اصلا جوانوش میبینم با انگلیسی گرم زنم هلو گفته گرم میزنم خرسم میشم نمیدونم چی تصور میکنم. مهمون نوازم در روسیه که بودیم در خونه با ترس زندگی میکردیم که میلیسن یا رید نشد بودم خیلی بلاد در روسیه هم هست ایجاد نه ایجاد اوضاع میتونید هر وقتی که صورت میگردی شب است روز است کسی با کسی کرده نیست. مهمون نوازیشون هم سوزه. شما میگوید رید ندارد ولی اگر خطا نکنم سال جاری خبرهای نشر شده بود که در این دولت هم ریدها جریان دارد برای معین کردن مهاجرای غیر قانونی. تو یکم چی نشود رید نمیکنم و زیبلان هم میشه که یکم شهروند یکم دولت یکم مشکلی ایجاد میکنه یکم پرابلم میکنه اما حالا در رید میشه. بعضی حالات هست که سال گذشته قریب 2 ماه 3 ماه رید شدگی بوده. رید چی میشه؟ رید همون
ساختمان‌های کلان دا میشود، چیزای دعوتی دا میشود که همین سوخته را بچه‌ها را تبیدن دپارتاسیا کردن. پدرشون چی؟ اونا پروژه دا کار میکردن بچه‌ها، اوجا هم تبیدنشون رای دعوتی دن. مثلا وقتی به هنگام رید مهاجر غیرقانونی رو معین میکنند و آنها رو اخراج میکنند، آیا آنها امکان دیگر باره برگشتن به کره رو دارند؟ یا 3 سال یا 5 سال از در آمدن کره محرومشون میکنند، دپارتاسیشون میکنند، یا 3 سال یا 5 سال دپارتاسیشون میکنند. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه های انسانی و سبق‌های حیاتی. خوراکی موزاییمو در کره برنج همایش چیزا دورا میشینه یه کیر نیست اون فکری بد نکنه. نه یه سلات چند نمو سلات ما عبد دورانه وابسته به خوراک ها چگونه است؟ به خوراک های کرگی عادت کردگی هستید یا که خوراک های ملی را جستجو میکنید؟ خودتان تیار میکنید؟ خوراک های هر کس با خوراک ملی خودش و بهتره رکن. بعض خوراکشون سوزه، بعضش میشه اینجا به تیزی خودا نمیتونن. همه خوراکشون 99% خوراکشون همه زنجبیل داره، تیزی داره. کمتر پیش میومده مشکلی بوده همه چیز. قوز اموختهش دیدیم، کمتر اموختهش دیم عادت کرده. خوراک‌های ملی شمانده پیش میومده حالت‌های شدگی بود که هفته‌اش قطعی مثال گیشنه میگرسه و گیشنه ای که خیلی میخورده و خوب خیلی میخوری که خورده نمیتونی حل کنی. برنج هست و دیگه چیزا هست بسیار چیزشون علفتی هست. حل علفتی هست بسیارش. برای حسن کار و اقامت در کره که یکی از کشورهای پیشرفته جهان است آموزنده بوده است. خیلی چیزا آموختم، خیلی کارهای گرفتم، خیلی کارهایی که مثال نمیدونستم در اینجا آموختم کارشون. هر جایی رفتم یا چی آموختم، هر جایی که سفر کردم یا چی در خدمت آموختم. من شکر خدا در تاجیکستان هم چند هنر دارم، کار میکنم. همین رفتگی 2 ماه فقط استراحت کردم. 2 ماه از اون در تاجیکستان دست ما در یکم کار نزدم. اکل کارهایی که در اینجا میکنه کارها خیلی وزمینه، کارهای بین‌المللی وزمینه. اگر یه هفته کاری همینجا را در خونه بکنید یا 3 ساله کاری خونه تکردگی کارش مهنت طلب میکنه. در کار خیلی جدی هستن، در کار جدی هم. اینا حالبی یه انگه ما هر روز میگه سمروی که خمه با عرقه کشیده سا نگاه که کمتر ایره بی بخیلای حالبی یه ولیسی سورا میبروی با شاومیه نمیدونه چه خیلی خوش باره. در طول این سالهای مهاجرت قهرمان ما توانسته است برای خودش در وطن خانه بنیاد کند، هرچند ساختمان منزلش هنوز ناتمام است. از سوی دیگر او با حسرت میگوید که در یکی از لحظه های مهم حیات تولد پسر در کنار همسرش نبود و حالا هر بار این خانه و نزدیکانش را با اندوهی گران ترک میکند. از خانه برآمدن خودش دشوار است برای آدمایی که مهاجر هستن. میفهمم دوری از وطن الکی از خانه برای سر میشود. چی سر میشود؟ پرابلم است. دوری از وطن، دوری از خانواده،
این یک مشکلی میشود برای مهاجر. یک مشکلی مهاجر که سر میشود دوری از خانواده و دوری از وطن، دوری از خویشاوندان. کلان شدن فرزندتون دیدید؟ فرزندان که به هدیات کردگیم پسر مایدکیم خیلی هر روز گاو میزنم. دیروز گاو زدم طرف و چشم میگه اوتام کاری میبیرن کاری ما اوتام یاد کردم موزنه 4 ساله است صدیق میره هر بولیزان زدم میپرسه که اوتام کاری میبیرن کدوم کتی گاو میزنه اوتام کاری میبیرن همیش کمتر آدم چی میگه خسته میکنم. مثلا همسرتون چی میگوید؟ نمیگوید بس است مثلا شیرینی های حیات میرود با همین رفت آمدی شما؟ که دیگه ایلاج نیست خیلی نکنی نشه زندگی صبر میکنن توقف میکنن دیگه ایلاج نیست. میشه خیلی گفت هست داریم میگم که کمتر مشکلی که داره موزی نصیب باشن یا دارم همی یک تجارت در تاجیکستان تشکیل کنم غریبی نیم دیگه یا که اومدیم هم یه 70 بیستیم یکم پوری چیده گشتر نمیت خیلی کرده روستیگر موندهش دیگه کمتر و که سالی چیز هم نداریم کلون هم نیستیم لیکن در زندگی بسیار کار کردیم ده برای پیش بودن زندگی. مثلا با گسیلتون می آید مثلا فرزندتون همسرتون به فرودگاه و همون لحظه یا از خانه همون لحظه که شما رو گسیل میکنند چگونه صورت میگیرد؟ برای من خیلی همین چیز میخوام دونم. یک هم دقیقه که میاید مثل چکلک خانه بگمونم خیلی دشوار است. سخنهای فرزندتون چی است در همون وقت؟ هیچ tak گریه میکنن دکتر دخترچم کلام مجدگی سنفی دو میره و کمتر چیه بچم خیلی قطعی مختلف دیگه روستیگر در روز گم میدنه میبینید همی کم میگه یک هم قطعت هم مختلف میکنه. حسن به آنهایی که نیتی سفر به کره جنوبی رو دارند توصیه می‌دهد که تلاش ورزند پیش از هم از زبان این کشور را یاد بگیرند و هم قانونی کار و زندگی کنند. اما برای خودش آرزو دارد که هرچی زودتر قلف جدایی بشکند و در کنار فرزندانش باشد. به قول او در مهمانی خوب است ولی در وطن بهتر. بعد صحبت با قهرمان نوبتی ما میخواهم برنامه را با این سطرها خلاصه نمایم. چه روزهای بسر داری مهاجر، شب غربت سحر داری مهاجر، به یاد مادر ره انتظارت همیشه چشم تر داری مهاجر، سرت در بالین قو خواب نداری، دل بیدار به در داری مهاجر، به چشمان امید بر سوی فردا نظر داری مهاجر.